سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوبین؟ سلام بچه‌ها، چطورین؟ امروز آمده مزرعه ماهی بهتان نشون بده. برو بریم پس. بریم. اون طرف چه خبره؟ اوور ماهی بزرگه، از اینجا فیلم بگیر که خودروها ماهی. بچه ها همینجوری که میبینید اینا ماهی اوزونگورونه. بلدارش هم میبرم. خب بچه ها اینا ماهی سالمونن. نگاه کن. عجب ماهیه. عجب سوسیسی. سالمونه گوش قرمز. خیلی عالی. به به. و بچه ها این که غذا دادن ماهی ها بهتون حتما نشون میدم، هم سخته و هم جذابه. برو بلند شو تخم سگ. خجالت بکش. خجالت بکش تخم سگ. اینم بچه ها روش غذا دادن که به این صورته. ببینید وحشیانه حمله میکنن به غذا. و بریم اینجا رو بهتون نشون بدم. اینجا هم یه قسمت دیگه است، ولی خب ماهی ها رو دارن جابجا میکنن. امیدوارم که خوشتون بیاد، واقعا قشنگه و ماهی تازه و خوشمزه. به به. و اینجا یه چند تا چیزای کوکولی کوچولو داریم که اصلا عاشقشون میشه. یه مزرعه سگ هم هست، نه تنها ماهی. بچه‌ها بیان بریم ببینیم. بریم. این جیگرها رو نگاه، این جیگرها رو نگاه کنید. سلام. اونارم بگیر. ای جان ای خدا. نگاه کنید چه ناناسه. اینا خیلی خوشگلن مادر. خیلی ناناسن. نگاه ببینید. خیلی خوشگلن. جیگر. چی میخوای مادر؟ اینا بچه هنوز. اینا کوهولن هنوز. این مادر نگوز کن. خیلی خوبه. یا خطری. خب بچه ها نگاه کنید، اینا سالمونای کوچولو موچولوه. توجه کنید شما. نظام خرگوش اینا خیلی کوچیکن. نگاه کن اینا غذا میخوان که اومدن اینقدر جلو و باز اینا بزرگترن و مراحل
که آسیبی بهشون نرسه. عجیبه. نگاه کنید، فکر میکنم میخوام بهشون غذا بدم و برای همون میاد. نگاه کنید شما فرق اینو با این شما داشته باشید و اون طرف هم بیشتر، یعنی گنده ترن ماهی ها. نگاه کن چقدر قشنگه. اینجا رو داشته باشید. وای واقعا خوش به حال خرسا. و ببینید دوستان اینا باز گنده تر و زیادترن و باز نگاه کنید اینجا خیلی عوض میشه، یعنی اینقدر اختلاف اندازه ماهی و همه چیزی تغییر میکنه و خیلی اینجا هوا ترجیح میشه و گرمه. بچه ها اینا رو ببینید، نگاه کنه اونه همون گنده و خیلی باحاله. بچه ها میخوام بریم غذاهای ماهی ها رو ببینیم که سایز بندیه و اینکه یعنی برای ماهی های مختلف میریزن و الان بهتون نشون میدم. اینجا نگاه کوچیکا به اندازه یک انگشت قدشون. اینا به ترتیب همینجور 2 3 4 نگاه کنید. نگاه کنید اینا درست‌تره. حالا نگاه کنید و این ببینید اصلا خیلی فرق میکنه چون باید ماهی ها چیز نگاه کنید. اینا کرم اوه واو به ماهی ها میدن و حالا وی غذای ماهی ها اینجاست. نگاه کنید اینا برای ماهی گنده هاست که بهتون نشون دادم. از این گنده تر هست ولی این غذاها برای ماهی های متوسطه که درست میکنن. درسته؟ و اینکه بچه ها نسبت به وزن ماهی ها اینجا وزن میکنن، تو سطح میریزن، وزن میکنن اندازه اون غذایی که میخوان به ماهی رو بدن بهشون میدن، چون اگه بیشتر بدم خطرناکه. کمتر بدم ماهی ها غذا نمیخورن، دستشان زیاد نمیشه. آره. بیشتر بدن نمیشه. باید روی قانون و مقررات پیش بره. و همونجور که دارید ویدیوی ما رو نگاه میکنید حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و دنبالمون کنید. خیلی خوشحال تا میشیم. برنامه‌های بیشتری براتون. بله درسته. و یه چیز دیگه هم که میخوان ماهی رو انتقال بدن به حالا رستوران زنده، باید با این ماشینا با این اکسیژنا انتقال بدن که ماهی زنده باشه. اونجا چی داره؟ به کپسول اکسیژن بره ماهیا، برای که ماهی تا 2 ساعت بتونه زنده باشه. درسته. یه مخصوصا که ماهی اینها درست. زمان در بسته. بله از این نما ببینید واقعا خیلی کار سختی و پرزحمتیه بچه‌ها. خب بچه‌ها خیلی خوشحال شدیم که امروز ویدیو ما رو دیدید. حتما سابسکرایب لایک کنید، زنگوله رو بزنید تا ممنون از ویدیو بهتری درست کنیم. حمایت همه شما و لطفاً ما رو فراموش نکنید. مرسی.